قریب به اندازه است شیما تو کلمنه بستنی اگه میخوام بهش بگو. آره بستنیه. بعد دوربین برمی‌داره رو سرجاش. بستنی خوشمزه خوبه. بچه‌ها نمیان آیدن. چرا؟ ساعت 7:30 گفتم اینجا باشن. پس ما قرار غذا هم بیارن گفتن زود بیان سر میشه. بچه حاضر؟ حاضر؟ خودت بیا. یوتیوب این بچه بگین آقا رضا لایو لوزر سرف لایوه؟ هیچ آره بستنی خوش. بچه این دوربین کیه گذاشته اینجا؟ بازی کن اونای اومد بچه‌یه یه سوالی چجوری میشه آفه این بر من تو اصلا اینجا سمت چپ هر چی بود تو بزن ببین امتیاز نبود دیگه درسته؟ سف بگیر اینجا دوربینه باشم نه موج گرفتی موجی نزن معمولی بزن بچه ها من یه دقیقه این دوربین رو بردارم دوباره بزنم سر جاش بستنی کو؟ بستنی خیلی خطرناکه آخه شما بستنی میخواد بیاد میوه بد بدم آقا میوه بده کامان این تو بشه اینجوریه بستنی آقای محترم علی موجی نزن معمولی بزن بستنیه داره آب میشه گفته باشم بچه خالی از زمینی علی عقبی علی اون دو تا کافی هم دفاع نکن جا خالی ها بگیر دید توپش سبکه خوب زد توپش خیلی سبکه توپ بیا دریافت علی توشت بیا دستت نگیر که دستت شیما چک کن تصویرش خوبه چیه؟ تصویرش خوبه؟ دوربین اون چی نمیدونم دستتو بگو با این بگیر دیدی چقدر نگاه کن میزنه تدایی تو خط کجاست چون اوتو نگیر من اصلا هیچ تصویری اینجا نمیبینم نمیبینی؟ توی موبایل آها تو موبایل بچه شما میتونی حالا مثلا نزدیک بچه انگار فقط صدا تصویری نیست بعد درست هم یه چک میکنه خودش واو ایول بگی برا کمک ماشاءالله یه دو سه تا دیگه بزنید این مال کیه؟ بیا چک کنه ببینه درسته 4-3 ببین تصویر درسته؟ یه ذره باید جلو باشه فکر کنم من به همش زدم نه داره میگه تصویر معلومه؟ آها الان شد آقا رضا انتخابش کنیم الان شد رو گوشی هم نگاه کنی پریویو رو بزن ولی تصویر اوکی چیز دفاع جواد بیا اصلا به دفاع ول کن 4-4 میزد آفرین سه بار میتونی بزن تو اولی زدی من بزن و بیا وسط بچا دارم حاضر 4-4 آها یا بچا دفاع علی دفاع 5-4 چیز نمیدونم بیا ما بشینیم اینجا نگاه کنیم بیا بشینیم اینجا با هم نگاه 5-5 چی؟ عالی تلفات ندیم 6-5 شما روکسی 7-5 شما بچا یه توپ ساده دیگه شما بیچاره شدید آقا رضا رفته اون پشت اوور توپ همچین ساده هم نیست بگه برو آفرین حاجی برو علی پس علی بچا دفاع برو بعدی که بشه بریستم یا با شما بس از اون ور بیا که من برو علی من قشنگ معلومه 4 میخوام بدم چه جوریه به مجید میخوام بدم چه علی جوریه حالا بیا این ور خب زدی 7-6
6 7 مدی تو بچسب به میز چرا خوشمزه؟ به تو ترنگی بلوبری هم بدم ماما؟ بیا آره سرخوردی رد کردم در حد پاس بود. کیف میفاتون حداقل بردار اونجوری جو میدی 8 6 اینا ضبط میشه ها ترسیدی علی نه؟ ولی چرا تیره میشه بعد یه مدت؟ خودش میشه؟ در واقع چیزش کمتر مصرف ببینم میتونم روی پریویو مود برم 8 تایمش داره میره خب، اوکیه اگه ویدیو هم اوکیه. هست آره نگران نه آقا دفاع نواد خوابی؟ 8 8 حالا مجید تو برو جلو مجید وقتی میره تو برو ده. تو میده وقت بیا وسط اوکی؟ 7 8 تو عقب بیا آرز عقب بیا ماما در توی مختم بهت از این آیس کریم ها میدم ماما 8 چی میزدی دیگه؟ بیا باشه اینو بخور اینو بده تا بقیه‌شو بهت بدم باشه بیا بیا بگی تو دست بیا همش با هم بگی بیا بیا اینو بگی تو دست تا بقیه رو بزنم روش ماما بگی تو دسته بیا داره آب میشه بستنی توی این بزنم بیا ماما بخور تون تا آب نشده بزن علی مجید بیا بزن مجید 9 8 جاتون عوض کنید مجید کنه مجید حالا اینجا باید 9 8 علی دفاع جواد چه اینجا من حالا ویدیو مور سرویس شاید بیا بشین رو پای ماما پس بندی بور سرویس 9 9 اینجا عوض کن همونجا بزن 9 9 سر بچه همین ده 9 ذهن برتر فقط مخالف ما هست نه هنوز فکر کنه اگه باری کلا نه آقا دارم 5 میگم 5 2 من 5 4 تو 5 10 من دفاع نداری یه دستت پاک کن من میگم یه دستت پاک کن پسر دفاع میریم از بالا میریم بریم با هم سرسره باشیم یکیش ما آفرین مجید چیکار کنیم با هم دیگه من و تو با هم بریم سرسره بازی اونجا بازی کنیم میخوای با هم بریم خونه آره میخوای یکم بشینی ویدیو ببینی خب شاید میخوای بریم با هم سرسره بازی بابا میخواد بازی کنه ما میتونیم بریم خونه خب باشه بازی مامان جان بابا الان خب بازی گوش کن بابا تمام مدت دیروز با مجید چی کار کنیم با دست میسن برو بپر بالا حالا داد نه ماشاءالله آفرین با هم پیش سرسره بودو بریم پیش سرسره شاید یه بریم پیش سرسره علی موت 3 2 امیرعلی 3 2 ما 3 2 بچه دفاع بزن جواد جواد بعد بیا اینجا تو 4 2 اونور یکی دیگه اسپک میزن نزدی من نوبتیه
تو حرکت بزن بچه دفاع سه چهار از پنجم داره جدا میشه بده دفاعش کنم حتی نه سه چهار سه چهار میدونی خیلی نزدیکش نکن با یه متر فاصله برای که توپو ببینی من هم میدم ازش رد نشه سری آقا می دفاع بعد با یه ثانیه نیم ثانیه تاخیر جانم آفرین مجید آفرین عالی 5 3 مجید تویفه مجید سری علیزاد 5 3 شما سجادتون من جای من مجید وسطی اوکی 5 3 علی اون به بیا 5 4 عالی من بعد دو تا به مجید دفاع نکن چهار مجید پنج. باید باش بریم بستن خب باش برو بست برو مال خودم نه تمام شد نه تمام اصلا تو نمیزنی؟ نه پشت دو دیگه داره گل پاس یه خورده دیگه به نقطه صعودم نزدیک میشه. آره خیلی خوب شدم دفاعی تو تمامه من یه پاس بده من ولش کن مجید خلاص من 6 5 رسی هم نه نمیرسی من به خاطر همین 6 5 5 سر 7 5 من 5 یکی بیاد جاش بست 5 خودم. یعنی 12 7 5 بیا 17 15 5 به به این سرویس دایرکت ساده ماشاءالله مجیده جانم خیلی قشنگ چه پاسی چه حرکتی 8 5 آفرین محمد رضا شما باخرید 8 من علی جون بعد چیز باشه همه آره بچه دفاع دایرکت یه دفاعی خوب علیا نه داره میگه من برای اون میدم حواست باشه من 6 8 ولی خوب یه دریافته خوب راست به راست گذاشته 7 8 8 7 بچه یه دریافته خوب عالی بزن مجید محکم ماشاءالله آفرین آفرین مجید 9 7 دو تا دفاع داری یا دو تا دفاع داری 9 7 علی 9 7 بالا بریم سرویس بچه دفاع ما پشت سره داریم ماشاءالله حمید نه آفرین حمید آفرین حمید آفرین پاسا آقا رضا تو دیگه استاد کرد آره 9 8 شناختش دیگه 8 آقا من رفتم ماجرا تموم شد دیگه فرنچ حالا آخر بازی معلوم آخر بازی معلوم میشه من آقا رضا ناراحت نشید 8 9 آقا زبون بیاری برو سو خورد آره میخی آما پامه چرا چشن 9 9 نو نو بچه تو ساده است 10 9 منم داخل مجید اینا سرویس های مطمئن تر 20 19 اسکوئر فیتی چند 20 19 20 شما بیسن یه بلک اختلاف بره بالا با من بهش کن خوبی؟ آره توپی که پشتت میاد اصلا هم بفرست عقب زمین چرا زمین کنار؟ جلو زمین دو اگه ما دفاع کنیم جلو 20 20 20 سر 21 20 عالی عالی بچه علی همین دو تا بچه ها 25
صفر ذهن برتر بهتر اصلا داره خونن میشه 21 خرج میکردی برای چه میدونم مسئله مالی اینو. آره الان چه سرمایه داره طور بچه توپ اول مجید دریا یک حداقل دستتو ببند مشت کن ببین یه لحظه بودی صدومی ثانیه باید تصمیم بگیری 2-1 دریافت بزن 3-1 چه سیازه یه دفعه 3-1 دریافت اول بچه ها امتیازهای حساس میره سرویس یه دفاع دوباره دایرکته اون ناز نفرین آفرین دوسته آره من زدم اسمایی هست آگه چشم میزنم تو دست علی بس دوسته بچه تیپو حواستون باش بچه آره ما پشت سر فقط یه بلاکی خوب تمومش کنیم نتیجه را چرا خط نگرفتی؟ مامرزا خط رو بگیر 4-2 زرباش محکم نیست 4-2 اصلا جواب آن میزنم اشکال نداره 4-2 دیدی گفتم؟ 4-3 علی تو بازی کنم و 3-4 یه سه میشه استرس ندید من در شرط برو همین پرفورمنس هم میاد 4-4 تمام؟ آره شما جلو بودین؟ من جدی نگرفتم چی فکر کردی مثلا من این همه راه میام باخت برم راست میگی آقا رضا این حرفو بزنیم ما گیت بعد دست بعد نفر داریم حالا من اشتباه نزدم بذار تا آخرش هم نزنم اگه ویدیو قبلی میدیدی دیگه بازی کنی تیم ملی هم باشی ما رو بیا رضا بچه بیر هست هر کسی دوست داره بیر بزنه بچه های چی؟ بستنی کی میخوره؟ هر کسی میخوره بچه تیم مقابل بیر آوردی که ما رو ببازونه من رانندگی موفق اسماعیل با ما تو بچه گفت مهمونی ما سال یه جای ما ببین ما دو پاس داریم پشت یکی 9 داریم که بلند داریم یکی اسلاید تا پشته ولی اینقدر نگیرم بیر هستش با هم بلند همینجاست ببین 9 معمولی اینجاست اسلاید اینجا بین دو دفعه میشه اسلاید بهت گفتم اسلاید بچه یک چی گذاشت دریافت آره چند تا رو بازی همه مشکل داره حل سر مال خودم گفتم فقط سرویس همین نه هنوز هنوز یکیچ داغ نشم یکی بچه دست میش سما نگاه کنید بچه چی بود خوبی من بچه یه دفعه پشت سر میبند اوت یک مثلا باید ببند سخته اینجا از بیرون اومدن سخته داخل تره یک خودت که میگه عقبی دیگه من من مثل سالونی آره یک مامان دو تا سرویس علی آقا 2-1 آره یکم فقط 2-1 میزنه اینه جا یه واسه پشتی که میانه زوتون رو تجربه میدی اونو پاس بده
یکم خیلی عقب. همین مالتا اگه رو توری بزن اون بین زمین هم راحت جمعش میکنه. بزن سرویس. بچه یه دفعه عالی میسم. آفرین. این خوب بود. آفرین. سه دو. اومدم اینجا من پشت سر آفرین. خیلی اومد بفرست اینجا. سر. مجیدی آفرین پسر. باش علی. علی اوکی؟ سه سو میخوایم موضوع. ببخشید مجید رد شد. بزن اوکی. علی تو دادی؟ بزدم مجید. مجیدی محکم آورد پشتتون گفتم سه میسم و اسمال یه دفاع خوب. سه دایرکتر بزن. بزن آنچه باید. خودی علیه ها. بیا آفرین. 4 سال. یک مجید بسط رو بگیره برای تیم. تو میری بعد اگه کسی ما موقع دفاع ما دوتا میپریم. مجاهه سرو. حواسم جوانم. 4 چند؟ 4 اونا. بازیکن. سر. هی بود. مراقب باش. علی دفاع نکن. 5 محمد کو دوستم رفت عبدال سر بچه‌ها دریافته بعد 6 سر من هر رو بگیره خیلی سر پاس بده. همین 4 رو اینجا دیگه شرایط ایدئال نیست. اختلاف سر سرویس ها. 8 4 بلند کن. من. پلیز کام آن. 9 4 بچه‌ها اختلاف داره زیاد میشه. 9 4 علی 4 رو اوور. میسم سیویه شد. منم. درسته بعد من. بیا اینو. حاضر؟ بیا خراب میکنم خبر زدم 10 نظر نه از اینجا علی آماده ای؟ 6 نباید سرویس. بچه‌ها دفاع. عالی. به. 7 این سوالم مقدر واو. آفرین علی. علیه. جلو بزن. 8
سرویساشون همش خراب بود دادم. سرویس. یه دفاع. دومی. اومد چیه؟ علیه. آفرین پسر. ماشاءالله. جانم آفرین. بیا بزن. عالی. جواد عالی. 11. ریکاوری عالی. 11. تیمشون رفته. همین عالی. 11 خلاقیت. برو بچه. عالی. آفرین. ماشاءالله. 12 ماشاءالله. آفرین دسته. زدی. من هیچی نزدم. حاجی تا اینجا تا استارت بزنید تا به تور برسید قشنگ یه تاکسی باشه. میخوایم که واسه طرف باشه. منو قاطی نکنید قاطی نکنید. یکی مشغول دفاعه. 12. دست من خواستارشو نگاه کنم. بچه دفاع. برو بچه یه دفاع. یه دفاع. ماشاءالله. اسم تو هم شده باشه. یه نم اصول از این بلندتر باید. یه کم. درستش اینه. بزن. بیا. برو. جواد خالی کن. اونور یکی اسپوکر داریم جواد. 4 تو واسه این برای مجید بود. مجید دمت گرم. کمرت نشکر. علی حرکت کن تو جات. اسماعیل من باید حواسم به همه باشه بزنم. همین وسط. صرف 3-0. آفرین. بالاخره برو. یک سه برنده راه واسه فیلم‌های والیبال هست. میپرن روی چیز سکو داورا. 1-0. من دست نمیزنم. نه اوکیه. بیا تو اگه رو دست تو بزن. صرف یه پا جلو بزن محکمه استوپش کن. بیا بیا. ضربه نزن. جانی. یه پا جلو اون کانفیدنسیه اومد. آره دقیقاً آفرین. بردی بچه. پای چپ بزن. صرف حد تو بزن. بزن. مجیدی. آفرین مجید. 3-3. علی چه جوری زد؟ من به همون محکم. چی؟ بذار دست به طول بخور. بذار خطا کنی ولی بزن. صرف 3-3. نده. خوبه. مجید برو. ماشاءالله. عالی. 4 من بزن. جواد. بچه‌ها نکته‌های بازی رو داریم میگیریم دیگه. منتظر سرویس بعدی بزنید. تلاش می‌کنم به موقعیت وایسا برسم جلو. الان دست ماست. امتیاز دست ماست. 4 جلوه. یعنی امتیاز هم دست ماست. بعد بگی چیز ابتکار عمل. آقا اصلا عالی بود. همون بزن. بچه ما 5-3. بریم پسر. برو اسماعیل برو. 4 بالا نمیاد. آفرین علی. وایسا. حاضر؟ نه. یه لحظه. برو. خوب استراک. حاضر؟ بیا. دست اول خوب استراک. دایرکت. بیا. برو. تعارف کردیم میگم اینجا. 6 شات. همه زد؟ همه زدن یه بار. آره بزن. 6 شات.
علی 4 علی حواست باشه اینجا میزنه میسه جلو من نمیبینم. بیا نه 4 رو نگه دار سرویس میزنم. برو نگاه داشتن نمیخواد. 7 میسم تو گفته اونجا واسه ببین علی یه جا بذار بخوریم علی. یه جا بزن آقا یه بار دیگه همیچو بزنیم. علی داوود محکم سرویس ساده است مثلا میذارم. نه ولش کن 4 آفرین محمد رضا. سرویس کیه؟ علی وسط سرویس. بچه‌ها دفاع بیا آفرین بوری چلاتی. کی سرویس نمیشه سرعت. الفی اون وسط چه داشت میزنه 6-7. نه میسم محمدم این واسه سمت راست باش سرویس. ماشاءالله تیم. قبلش خط تو چک کن قبل سر. آره اصلا خیلی جلو نمیام چقدر جلو. سرویس. نه جواب. بعد من تو من زدم من قبل هفت بازیه سرم میخوام بدم. عشق آقا شد مجید علی برو جلو وسط نه همون درست بود سایز همونجا علی الان وسط عقب الان تاش عوض تو من علی 8 احبه بچه‌ها یه دفاع خوب علی گرفتم بیا همین برین علی من چند تا شد؟ بیا جلو نه درسته اولی لاک 9-8 تو اول حتی توپ اوله برسونی به پاس رده بیا ترسیدم 10-8 تیم 10-8 بیا بپاش نپاش حالا من بچه دفاع میسن بیا یه آفرین برو برو بیا بیا میسن برو بیا باری کلا ساده دوباره ماشاءالله رو چور بچه از رمضان امتیاز بگیریم خیلی ها تو جا عوض کردی 9-10 رد شد بیا بزن برای رد کن
چقدر مگه بلند اینجا زدی؟ اون رو بگو چقدر بلند 10 باری چلتی خاطر بلند میاد حواست همین جای جمع کن مثلا بیا وسط بچه‌ها 11 مجید عالیه مجید خیلی خوب داری کار می‌کنی هرچی اونا سرویس خوب زدن ما تونتو خراب چله به اسماعیل بچه‌ها بیا اسماعیل پس وای اسماعیل تاکسی همون قبل میشه من میتونم اونجا وای میسته 1-1 بچه‌ها توپ اول برسه به پاس رو خرید اینجوری هست 1-1 من علی جون خاموش اینجا آفرین 2-1 اصلا بالای بالا دست رضا داد دیگه پروگرام دقیقاً 2-1 من می‌خوام الان انتخاب کنم خرج 500 600 کیلومتر از اینجا تا مونتریال بهم بده ساعت $35 میرم موت راضی ساده بچه میسا یا باری چند بچه رو تو راست برو مجید آفرین یا عالی پسر بالاخره دور زدی آفرین من دفاع شدم آفرین نه تو بود یه جایی اینجا پاسوری نشد 4-1 ما آره چای سرویس باری چند به این سرویس 4-2 باماز بچه باماز 4-2 بچه توپ اولا توپ اول حواستون جمع باشه یه جور تو من دارم میگیرم علی برگشتی خود پاس بده علی باش بیا پشت ساعت محکم چه کار نکردی بچه؟ کار نمیتونستم چند 4-3 بیا بچه یه توپ دیگه اشکال نداریم بزن متی تمامش کن ماشاءالله آفرین مجید آفرین من میتونستم گرفتیش ولی ها تو آدم بزنیش یه آبی بخوره 5-3 به هیچ وجه تو والیبال پا اینجوری نداریم هیچ پوزیشنی نداریم همه یه پا جلوی پا هنگر برای حرکت کردن تنها پوزیشنی که پا اینجوری دفاعه اوکی مثلا آب کدوم بود این بود یه دونه واسه شیما ساعت چنده شیما؟ امیرعلی زینب گفت 7 نیم چون یه 2-3 دقیقه دیگه پیش حرکت کنم اونطوری کوبون داره نه از تریل بودن بچه قبل از خوردن یه ست دیگه بزنیم غذا داره میاد بریم بچه بریم بازنده کیه؟ بریم بچه بازنده نه بچه آماده باشه بیا شایان وای جونم استرس میدیم تو هم میشناسی بابای آیدنم رفتیم پارک یادت میاد؟ آزگان؟ نفس لجام گفتید آزگان هر کی باید آزاد بچه سرویس 5 4 اینجا یک چیه داره نداره؟ اونجا واسه سجاد واسه اونجا نه علی وسط تو اون علی حرفش اون وسط علی من 5 نشون میدم اگه میخوای بزنی نه اینجا نه دفاع نداری آقا تو دست ما بود دو نفر لوزر سر ببخشید سوری
بیا برو جلو سریعتون بخورید. بچه یه دفاع برو برو دل علی شد یکی وسط بگیری علی بری یا اینجا میگم راحت‌تر همونجا برو همون وسط آزر همون رضا اصلا با فاصله بیا بیا وای ببخشید یکی کنترلی نه یکم دستان از مچان از چرخ بودم مچان همچنان زدم زیری خوبه یکی بچه ولی هوایی شد منظره دو اومد یک علی دو یک من اونجا دفاع بگیر دو یک علی دو یک اوته سه وای جست اومدن نیار اگه میای برو تا تو وسط رد شد بچه یه دفاع من من یا علی سه دو قشنگ بود اگه میگرفت جایا سه دو اون وسط چیزی گفتن یک اومد نباید بذاری علی سه آفرین همونجا علی همون جواده نشون کن بذار تو دست همین این بر گفتن من علی بزن سه بچه ها برو بستم دور نداریم اینجا چرا؟ 500 سال خودشو خورده هیچکی نگیره خب ببین تو حواست باشه ما هم ببین 4-3 تو وی ای آر من ترجیح میدم پاکتون کنم ای بریم پسر 4 این بعد چه بزنه میام رو چیزش آره اون باز داشتم همین حالا اگه این دفعه خالیش کم اومده بچه ها 4 بیشتر ببسه چرا؟ ذهنه راه نمیاد 5 نه اینجا همه جا ما چمن میبینیم مکافات یه چشم سر بیاری بزنیم 5-4 آقا شما اگر چی بود فردا جاستین تو بعد که رد شد رو میای میزنه نه اونجا عقب بگیر جواب پاسوره